ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. چند روز پیش یکی از کتاب‌های مولانا صفدر را مطالعه می‌کردم. چشمم به یک ادعای بزرگ و اما تو خالی افتاد و برای جواب تحدی خود 1,000,000 روپیه جایزه گذاشته. تحدی ایشان این است: از غیر مقلدین درخواست میکنیم با ذکر حواله ثابت کنند که قبل از دوره انگلیسی ها اهل حدیث نام یک فرقه مذهبی بود و به آدم بی سواد هم اهل قرآن و اهل حدیث میگفتند. در صورت ارائه حواله ما حاضر به پرداخت 1,000,000 روپیه به عنوان جایزه هستیم. و مترجم گفته البته ما در ایران به تومان حساب میکنیم. هدف از طرح این تحدی این است که مذهب اهل حدیث را انگلیس تأسیس کرده. همه من شما میدانیم که انگلیس یکی از سرسخت‌ترین دشمنان اسلام و مسلمانان است. قبل از اصل جواب این ادعا را در میزان عقل قرار می دهیم. آیا با عقل و منطق سازگاری دارد یا خیر؟ کدام عقل سلیم این را میپذیرد که دشمن اسلام گروهی تأسیس کند که مردم را از بدعات و خرافات برحذر دارد و به طرف سنت دعوت دهد و از شرک و کفر مردم را به سوی توحید و عقیده صحیح دعوت دهد؟ بیننده عزیز، فکر کنید، بیندیشید و عقل و مغزتان را به کار و حرکت وادارید. چطور دشمن اسلام گروهی تأسیس می کند که مردم را از تفرقه و چند دستگی به اتحاد و همبستگی دعوت دهد که همان رجوع به کتاب و سنت است؟ قطعاً و بدون شک کسانی که عقل سلیم و فهم صحیح برخوردارند میدانند که این ادعای پوچ و بی اساس شما از روی تعصب و دشمنی با اهل حدیث است. بله، وقتی که با دعوت اهل حدیث اون پایه های خود ساخته شما به لرزه افتاد و در میدان دلیل و برهان کم آوردید، باید برای یاری و نصرت مسلک خود از هیچ تهمتی دریغ نکنید تا بلکه بتوانید عوام را نسبت به اهل حدیث بدبین کنید و برای مدت کوتاهی در همان 4 دیواری نگه دارید. اما این را بدانید که دروغ و تهمت شاید برای مدت کوتاهی صاحبش را یاری کند مثل قرص مسکن، اما وقتی که نور حقیقت طلوع کند آن وقت نه این تهمت و دسیسه ها کاربردی خواهند داشت و نه برای شما اعتباری خواهد ماند. و اما اصل جواب علامه صفدر، 10 قول از علمای قرن 3 و همچنین قرن 4 و 5 وجود دارد که از مذهب اهل حدیث یاد کرده اند. یعنی اهل حدیث را به عنوان مذهب ذکر کرده اند. اما بنده برای جواب علامه صفدر به اقوال این ائمه اسناد نمی کنم، بلکه جواب تحدی ایشان را از خانه خودشان می دهم. به طور نمونه قول یکی از بزرگان دیوبندی را ذکر می کنم. علامه مفتی رشید احمد در کتاب احسن الفتاوا در رد قول مودودی که گفته من نه مسلک اهل حدیث را با تمام تفصیلاتش صحیح می دانم و نه هم پایبند حنفیت و شافعیت هستم، در رد این حرف مودودی مفتی رشید احمد می فرماید
در کتاب احسن الفتاوا جلد 1 صفحه 316 میفرماید تقریبا 2 तीसरी सदी हिजरी में अहल हक में फ़रूई और जुज़ई मसाइल की हल करने में इख्तलाफ इंजार की पेश नज़र 5 मकाते फ़िक्र कायम हो गई, यानी मज़ाहिब अरबआ और अहल हदीस इस ज़माने से लेकर आज तक उन्हीं 5 तरीक़ों में हक को मुनहसर समझा जाता रहा। ایشون میفرماید تقریبا در قرن دوم و سوم هجری اهل حق در حل مسائل فروعی و جزئی اختلافی به 5 مکاتب فکری تقسیم شدند: مذاهب چارگانه و منهج اهل حدیث. و در این اصل نیز حق منحصر در همین 5 تا، یعنی مذاهب اربعه و اهل حدیث جاری است. به روشنی از قول مفتی رشید احمد 2 چیز ثابت شد: 1. قرنها قبل از انگلیسی ها مذهب اهل حدیث وجود داشته. 2. حق در 4 مذهب نیست بلکه در 5 مذهب است، یعنی اهل حدیث هم حق هستند.